تا حالا پیش اومده که توی جمله ببینی یه اسم مذکر آخرش ان یا ان گرفته و تعجب کنی چرا اینطوری شده؟ مثلا میبینی نوشته Ich sehe den Studenten. الان studenten بهش میاد جمع باشه. اما اگه جمع بود میگفتیم Ich sehe die Studenten. اگه به دن توجه کنی ممکنه به ذهنت بیاد که خب این شاید آکوزاتیوه. بعدی سوال پیش میاد که خب اگه آکوزاتیوه پس چرا نمیگیم Ich sehe den Student؟ اتفاقی که توی جمله برای شودن افتاده مربوط به قانون اندکلیناسیونه. خیلی از زبان آموزا داخل این مبحث مشکل دارن و من تصمیم گرفتم توی این ویدیو خیلی ساده و با مثال توضیحش بدم که دیگه سرش گیج نشی. آخر این ویدیو هم برات تمرین آماده کردم تا گراماتیک برات جا بیفته. این اولین ویدیو کانال یوتیوب آلمانی واسه همه هست و اگر بازخورد خوبی داشته باشه بیشتر از این ویدیوها آپلود میکنم. پس اگه یه چیزی اینجا یاد گرفتی لایک یادت نره. بریم سراغ گراماتیک. اندکلیناسیون چیه؟ در زبان آلمانی بیشتر اسم‌ها موقع صرف شدن در حالت‌های مختلف تغییر خاصی نمی‌کنن. مثلا اسم das Haus رو در نظر بگیر. اگر این اسم رو توی حالت نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو بیاریم خود اسم هاوس تغییر نمی‌کنه. در حالت گنتیو هم بر اساس گراماتیک گنتیو اس یا اس آخر کلمه اضافه میشه. اینجا چند تا مثال برات آوردم. Das Haus ist groß. Ich kaufe das Haus. Ich wohne in dem Haus. Das Dach des Hauses ist rot. اما یه گروه کوچیک از اسم‌ها وجود داره که به جز حالت نومیناتیو مفرد در تمام حالت‌ها ان یا ان میگیرن. مثل Junge، Kollege، Journalist، دیپلمات. توی این جدول اندونگ‌های یه مثال رو براتون آوردم. منش جزء اسامیه که از قانون اندکلیناسیون پیروی میکنه. می‌بینید که در حالت مفرد توی همه حالت‌ها به جز نومیناتیو آخر اسم ان اضافه میشه. یعنی میگیم den Menschen، dem Menschen، des Menschen. حالا اگه با یه اسم عادی مثل کیند مقایسه کنیم بیشتر مشخص میشه. توی این جدول که اندونگ‌های کیند هست تغییرات اندکلیناسیون رو نمی‌بینیم. در نومیناتیو و آکوزاتیو اسم اصلا تغییر نمی‌کنه و همون کیند باقی میمونه. تنها جایی که خود اسم کمی تغییر میکنه حالت گنتیو هست که اس میگیره. حالا بریم یه سری مثال ازشون ببینیم. Der Junge spielt im Garten. Ich sehe den Jungen. Ich helfe dem Jungen. Das ist das Buch des Jungen. Der Kollege ist pünktlich. Ich besuche den Kollegen. Ich spreche mit dem Kollegen. Das Auto des Kollegen ist alt. Der Student lernt fleißig. Ich kenne den Studenten. Ich helfe dem Studenten. Die Tasche des Studenten ist altmodisch. حالا این سوال پیش میاد که چه اسامی جزء این دسته هستن؟ اول بگم که لیست این اسامی نسبتاً کوتاه و میتونی با یه مقدار تمرین حفظشون کنی. تمام این اسامی مسکولین هستن به جز das Herz و به چند تا گروه تقسیم میشن که الان با هم میبینیم. اسامی مسکولین که به ا ختم میشن. مثل Experte، Junge، Zeuge، Heide، Affe. اسامی مسکولین که به ant، and و ent ختم میشن. مثل Elefant، Musikant، Student، Präsident. اسامی مسکولین که به ist ختم میشن. مثل Idealist، Journalist، Polizist، Christ. اسمهای مذکر که از زبان یونانی اومدن و بیشتر عنوانهای شغلی هستن. مثل بیولوگ، automat، دیپلمات، فوتوگراف، تراپویت. و اسامی باقی مونده مثل باور، هلد، منش، نخبر، زولدات. توی دسکریپشن این ویدیو یه لیست کامل از این اسامی برات نوشتم. نکته‌ای که باید بهش دقت کنی اینه که بعضی از اسامی هستن که ممکنه فکر کنی از این قانون پیروی میکنن ولی در اصل اینطور نیست. اینجا دو تا گروه از اسما هستن که باید حواست بهشون باشه. اسمهای مسکولین که آخرشون OR هست. مثل آوتو، پروفسور، موتو. اسمهای خنثایی که به اند ختم میشن. مثل تستامنت، اکسپریمنت.
پس اسم‌هایی که گفتم از قانون اندکلیناسیون پیروی نمی‌کنن. توی این گراماتیک یه استثنا وجود داره و اونم اینه که چند تا از اسم‌ها توی حالت گنیتیو مفرد به علاوه این که n و ان میگیرن یه s هم بهشون اضافه میشه. این اسامی نام، گدنک، بوخشتابه، هتس، ویله و فریده هستن. و همینطور هتس توی آلت آکوزاتیوش تغییری نمیکنه. حالا بریم با هم یه تمرین حل کنیم. اول ویدیو رو پاس کن و ببین میتونی همه رو حل کنی یا نه. بعدش از روی جوابش ببین کدوما رو درست گفتی و کدوما اشتباه بودن. بریم تمرین بعدی رو حل کنیم. باز ویدیو رو پاس کن و ببین میتونی همه رو حل کنی یا نه. اینم از اندکلیناسیون. اگه ویدیو واسط مفید بود لایک و سابسکرایب یادت نره و اگه سوالی داشتی تو کامنت ها بپرس تا حتما جواب بدم. تا ویدیوی بعدی فعلا.